برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است و من طاهری سفر تا 15 دقیقه دیگر در خدمت شما. امروز چهارشنبه است 29 ایول و شروع میکنیم با سرخط چندی از خبرهای مهم. رهبر یک اداره طالبان را در ولایت بدخشان افغانستان کشتند. نارامی در این ولایت طالبان را ترسانده است. وکیلان امریکایی بعد طرفداری طرح قانونی سخت کردن تحریمات بر ضد روسیه رای دادند و در روز مراسم ویدا با یک مؤلف اساسی قانون. طرح این قانون به ولادیمیر پوتین میگوید روزهای جنگ تو به پایان میرسند. تو در طرف شکست خوردگان هستی. کار کنند یا در خانه نشینند. نظری را گذران در دوشنبه درباره کار زنان در تاجیکستان که اکثرا خانه نشین هستند. شروع میکنیم از کشوری همسایه. از ذبیح الله امیری رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بدخشان افغانستان در یک حمله مسلحانه در ناحیه بهارک در این ولایت کشته شده است. حادثه روز 28 ایول صورت گرفته است. فرمانده امنیتی حکومت طالبان در بدخشان در یک بیانیه رسمی گفت که دو فرد مسلح دوچرخه سوار در راه بهارک فیض آباد ذبیح الله امیری را با تیر تفنگ کشتند. در بیانیه آمده است یکی از حمله‌وران در تیراندازی محافظان امیری کشته شد، دیگری فرار کرد. بعضی از رسانه‌ها از بازداشت فردی دوم خبر دادند. فرمانده امنیتی طالبان در بدخشان گفته است که انگیزه حمله هنوز معلوم نیست. قتل نماینده طالبان در حالی است که ولایت بدخشان افغانستان هم مرز با تاجیکستان در روزهای اخیر شاهد درگیری هاست. جبهه آزادی افغانستان، یک سازمان مخالف طالبان، گفت که چند پاسگاه طالبان را در ناحیه زیباک بدخشان تصرف کرده است و نیروهای طالبان در اینجا تلفات زیادی دیدند. اساسیاسیون ملی رسانه‌های مستقل، یکی از سازمان‌های حامی آزادی بیان در تاجیکستان، طرحی را با نام ایجاد محیطی بی‌خطر برای فعالیت ژورنالیستان و بلاگرها آغاز کرده است. هدف از آن به گفته رهبری سازمان فراهم کردن شرایط است که خبرنگاران و بلاگران تاجیک از کسی ناترسیده مشکلات و پیشرفت‌ها در جامعه را انعکاس کنند. همکاران ما الشیر ظریفی و شهلای عبدالله در شهر دوشنبه درباره این طرح با نوریدین قرشیبایف رئیس اساتید صحبت داشتند و از او اول جزئیات طرح را پرسیدند. طرح از نامش معلوم است که ما می‌خواهیم در وضعیت امروزه متشنج فعالیت رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و بلاگران فعالیت آنها را از نگاه امنیت بی‌خطری، از نگاه حرفه‌ایت، از نگاه آشنایی با چالش‌ها در فضای رسانه‌ای تامین نماید. یعنی طرح چند سمت فعالیت دارد. سمت اصلا مهم آن این رساندن کمک حقوقی به ژورنالیستان و بلاگران است. در حالتی دچار آمدن به این یا آن مشکلات آنها می توانند هم از طریق چت بات، هم از طریق مسنجر و پست الکترونی به ما مراجعت کنند و از حال خودشان پاسخ حقوق‌شناسان را گیرند. سوال دیگر از نوریدین قرشیبایف این بود که خود بلاگران یا روزنامه‌نگاران تاجیک به آنها از کدام مشکل‌ها میگویند و چی مانع‌های در کارشان دارند. متاسفانه نه در همه وزارات و اداره ها و مقامات حاکمیت دولتی مهم بودن دسترسی را به اطلاعات و در دایره طلبات قانونگذاری تاجیکستان پیشنهاد کردن آن را درست درک نمی کنند و بیشتر روزنامه‌نگاران به همین مشکلات دچار می‌شوند. در برابر این دیگر مشکلات انفرادی هم هست، یعنی بعضی تعقیب‌ها، بعضی دعوت‌های غیر قانونی به مقامات صورت می‌گیرد که ما این مسائل را بدون آشکار کردن این جانب‌ها حل و فصل می‌کنیم.
همکاران ما در دوشنبه همچنین از نوریدی قرشبف درباره خودسانسوری یا ترس خبرنگاران از انعکاس موضوع پرسیدند که تا کجا در تاجیکستان زیاد شده است. این چیز یعنی بلند شدن سطح خودسانسور در تاجیکستان در سالهای آخر خیلی زیاد به نظر می رسد. بیشتری ژورنالیست های جوان، بلاگران بعد دچار آمدن با مشکلات، بعد صحبت های دوستانه از جانب مقامات کوشش میکنن که همون مشکلی که پیش روی آنها هست بررسی نکنن. یعنی همین سطح خودسانسوری بالا رفته است و ما در همایش‌ها، در صحبت‌ها با همکارای خودمون، با جوانان و بلاگران میفهمونم که پنهان داشتن مشکلات این راه حل مسئله نیست. همیشه آماده باید بود که با گفته خود، با نوشته خود جواب داده توانه. نوردین قرشبف رئیس اساتید ملی رسانه‌های مستقل در تاجیکستان درباره مشکلات خبرنگاران و بلاگران تاجیک صحبت می‌کرد. گفتگوی مفصل با او به زودی در وبسایت azadi.org نشر می‌شود. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. هنگام سفر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین به آمریکا، وکیلان مردمی از دو حزب اصلی این کشور برای پیشنهاد یک طرح سند رای دادند که هدف از آن محروم کردن روسیه از سرچشمه‌های مالی خراجات برای جنگ در اوکراین است. با طرفداری سند مذکور در سنات، پالات بالای پارلمان آمریکا روزی 28 ایول 86 وکیل رای موافق و 12 نفر رای مخالف دادند. هدف از آن سخت‌تر کردن محاصره اقتصادی روسیه و همچنین ایران بوده است. همکارم میرزا نبی خالقزاد گزارش می‌دهد. رایگیری ابتدایی چند ساعت پس از مراسم دفن سناتور لنسی گراهام، یکی از مؤلفان اساسی این قانون و پس از ملاقات رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی با سناتورها صورت گرفت. رئیس جمهوری اوکراین در تالار سناتی آمریکا حضور داشت و جریان رایگیری را تماشا کرد. سند قانون لنسی گراهام درباره تحریم‌ها علیه روسیه و ایران در سال 2026 نام دارد. در صورت قبول این سند به پرزیدنت دونالد ترامپ حق می‌دهد که از بزرگترین خریداران نفت و گاز روسیه تا 200% باج علاوه‌ای ستانند. همچنین تحریم‌ها بر ضد مؤسسه‌های مالیوی روسیه، نخبگان سیاسی و افراد ثروتمند زیادتر خواهند شد. قانون تحریم‌ها را علیه ایران نیز تا سال 2031 تمدید می‌کند. اما این سند باید در مرحله نهایی در سنا تصویب شود و سپس برای بررسی به مجلس نمایندگان آمریکا رود. هنگام بررسی وکیلان آمریکایی گفتند که این تنها یک بسته نوبتی تحریم‌ها نیست، بلکه یک تلاش استراتژیکی برای محروم ساختن ولادیمیر پوتین از منبع‌های مالیوی جنگ در اوکراین است. ولادیمیر زلنسکی پس از ملاقات با سناتورها این پیشنهاد را بسیار مهم خواند. این بررسی پیشنهادهای زیاد درباره افزایش کمک به اوکراین داشت. ما سپاسگزاریم زیرا این طرح اهمیت زیاد دارد. فشار تحریم‌ها بر روسیه بسیار مهم است. این اقدام تنها درباره پول و پیشگیری از مبلغ گذاری روسیه در این جنگ نیست، بلکه یک پیام قوی به اروپا، یک پیام بزرگ به اوکراین و پشتیبانی مهم از مردم ماست. بنابراین من خیلی منت دارم. امیدوارم که به نتیجه مثبت میرسیم. وی در عین زمان تاکید کرد که احتیاجات اساسی نظامی اوکراین در حال حاضر سیستم‌های دفاعی هوایی میباشند. ریچارد بلومنتال، وکیل از حزب دموکرات که 1.5 سال با لنسی گراهام سر طرح قانون کار کرده است، رایگیری را پشتیبانی استوار و بزرگ از اوکراین نامید. وی گفت طرح این قانون به ولادیمیر پوتین میگوید روزهای جنگ تو به پایان میرسند. تو در طرف شکست خوردگان هستی. بهتر است که حالا سر میز مذاکرات بنشینی، نه اینکه جان مردمی بیشتر را قربان کنی، پول بیشتر را بیهوده صرف کنی، اقتصاد کشور را ویران کنی و آبرویت را در جهان از دست دهی. امریکا در کنار اوکراین است.
یکی از نکته‌های محوری این قانون توجه به کشورهایی میباشد که با وجود جنگ هنوز هم از روسیه نفت و گاز میخرند. بلومنتال گفت این سند بر رئیس جمهوری آمریکا حق میدهد که از 5 خریدار بزرگترین نفت و گاز روسیه و کشورهایی که در دور زدن تحریم‌ها به مسکو کمک میکنند تا 200% باج ستاند. چین و هند از جمله همین کشورها هستند. با وجود رأی سنا این قانون باید یک مانع دیگر را بگذارد. مجلس نمایندگان آمریکا پس از تعطیل ماه آگوست به کار برمیگردند. از این رو تصویب نهایی آن کمی به تأخیر میافتد. برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات انتظامی تاجیکستان یک مرد را برای تادم مرگ زدن دختر اندری 4 سالش دستگیر کردند. وزارت کارهای داخلی روز 29 ایول با نشر یک بیانیه رسمی گفت این ساکن 35 ساله ناحیه یاوان به قصداً رسانیدن آسیب سخت به سلامتی گمان زده است. انگیزه رفتار این مرد که از او فقط VS نام بردند معلوم نیست. در بیانیه آمده است گمانبر روز 27 ایول با لطوکوب دختراندری 4 سالش در خانه به او جراحت‌های وزنین رساند. ظاهراً طفل زخمی را یک روز بعد از لطوکوب و بعد از بد شدن احوالش به شفاخانه بردند، ولی او در نیمه راه جان داده است. موقع بازداشت شده به حادثه معلوم نیست. وکالتدار حقوق کودک در تاجیکستان در گزارش امساله خود گفته است سال 2025 6 مراجعت درباره زورآوری به طفلان یا زدن آنها را ثبت کرده است. در گزارش آمده است تشویش آور آن است که بیشتر شخصان به کودکان ظلم می‌کنند که طفلان آنها را می‌شناسند یا با آنها مهر بستند. از جمله ماه سپتامبر سال گذشته در دوشنبه یک جوان 33 ساله را دستگیر کردند که برای تنبیه ناس زیادی را به دهان پسراندر 6 سالش ریخته سبب مرگ او شد. و در این فرصت برنامه درباره یک موضوع مهم دیگر و آن هم کار زنان در تاجیکستان صحبت می‌کنیم. اگرچه نصف اهالی کشور از زنان و دختران تشکیل می‌دهند، بسیاری از آنها کاری رسمی ندارند. البته نباید کاری زیادی را که آنها در خانه و برای فرزندان انجام می‌دهند نادیده گرفت. همکاران ما در دوشنبه شعلای عبدالله و علیشیر ظریفی با چند رهگذر این سوال را در میان گذاشتند که زنان باید در مؤسسه یا کارخانه کار کنند یا نه. زنها در همه جا مثلا شرکت ها به زنها کار کرده است، در ترالبوس ها به راننده ها زنها کار کرده، اتوبوس. حاضر زنها در هر خیل ساحه کار کرده است. ولی زنها با مشاهده شما برابر مردها ممکن از مردها زیادتر هم زنها کار کنند. هم خانه به کار براشن، هم فرزند هم رفته کار کرده میبینم. حرکتی مثال مرد با دیگرایو، لیکن خیلی نه هر اویله مرد دارد. زن مجبور می شود که زندگی را پیش برد. خیلی بیزنس میکند، شب روز کار میکند، 2-3 جا کار میکند، زندگیش پیش میبرد. این مجبور. بعداً تا کجا خود زنها مثلا خواهش کار کردن دارند، چون که در بسیار اویله ها زنهای زیادی هستند که میخوان کار کنند اما با سبب عامل‌های گوناگون نمیتونن مثلا به کار برن. یا برعکس در بعضن اویله‌ها زن‌هایی که هستن دیپلم دارن اما شاید خواهش کار کردن ندارن، همه شرایطشون میرسه. خواهش باشد همه کار کرده میتوند، دیپلم دارش هم دیپلم نداشتگیش هم همه آدم میتوند که کار کند، даже با دیپلم خودش هم نه دیگر جای هم میتوند که کار کند. این فقط خواهش در کار، خواهش در کار. بعد خیلی زندگی هم مجبور میکند، آدم رفته کار میکند، زندگیش باید برد. نه هر کس یاردم دارد، نه هر کس خشت برش میتوند یاردم کند. правильно آدم مجبور میشود که رفته نون اوش یافته زندگیش پیش برد. Ну, конечно же, это магазины. البته آنها در مغازه و دوزندگی‌ها و به حیث معلمه و دکتر کار میکنند. بیشتر زنهایی که کارگرند به نظر من در این سمت هستند. وقتی دختر یگام دانشگاه را ختم کرد و صاحب معلومات عالی شود، بعد ختم فوراً به شوهر داده می شود. در اول نزدیکان داماد می گویند که خواند کار کند اجازه می دهیم، اما بعداً سناریو دیگر می شود. برای مادرش خدمتگار می گیرد و اجازه کار نمی دهند. اگر این طور بود چرا این دختر بیچاره خواند و مبلغ تحصیل را داد؟ با پایان اخبار آزادی رسیدیم، ولی اگر میل دیدن
ویدیوهای بیشتر، خواندن خبر و گزارش‌های دیگر را دارید، پس لطفاً سری بزنید به وبسایت azadi.org و یا صفحه‌های ما در فیسبوک، اینستاگرام و کانال‌های رادیو آزادی در تلگرام، یوتیوب و تیک تاک. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.